بزن بابا صداشو بلند کن برقصه، تحریک بشیم، اونم با رقص تو. میبینی که مجبورم از من بگذر. بری برو. دوره لب یک خط با ریف میکشی. گفتم این دختر خجالت ترکیبی میرقصه. از غمی شوهر ملالت لب میکشی. رفتی شوبر همه را در بدر کرد. از وقتی سفر کردی منو خونی. الان رقص مردها زیاد شده تو فیلم ها، یعنی تو هر آنونسی رو ببینی مردها میرقصن. دلیلش برای اینکه رقص چیزیه که آدم ها دوست دارن، رقص چیزیه که به آدم ها نشاط میده، رقص از جوهر زندگی میاد، رقص در واقع تخلیه تمام تنس هاست، رقص ورزش شادیه. ته فیلم انادر راندم یک مرد میرقصه و چه رقصی اصلا عجیبه. یعنی واقعا فیلم با اونه که معنا پیدا میکنه و به زندگی وصل میشه و آدم بهش فکر میکنه نفسش بند میاد. کاش میشد نگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم تو اگه با من قهری من که آشتیم گله هر شهری عمر گشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100,000 بارم گله امیدم افتاده بوده برش کرد بلکه ماهی عشق میریزن بلکه. وای بچه ها ببینید افتخار آشنایی با چه کسی رو پیدا کردم. این شما و این تنها نوازنده ایرانی فیلم تایتانیک. درود و ممنونم از لطف شما. بله من این افتخار رو داشتم به عنوان تنها نوازنده ایرانی فیلم تایتانیک هنرنمایی کنم. استاد از خاطرات تایتانیکیتون برامون بگید. خب چی بگم، همش خاطره بود، یه خاطره خیلی شیرین. کیت همیشه زیبا، لئوی دوست داشتنی، جیمز کامرون بزرگ و البته در نهایت جیمز هورنر جادوگر، استاد عزیزم که البته تو سال 2015 دستش دادیم که برای ساخت موسیقی فیلم بیش از 10 اسکار گرفته که 2 تاشو تو همین فیلم تایتانیک گرفته. چه افتخار بزرگی. بله و منم افتخار داشتم که سهم بسیار کوچکی تو این حماسه بزرگ داشته باشم. استاد میشه لطفاً به ما افتخار بدید و همون قطعه رو دوباره بزنید و با هنرنماییتون دلهای ما رو ببرید رو عرشه کشتی تایتانیک. بله خواهش میکنم با افتخار. البته این ساز تخصصی من نیست و اگه اجازه بدید ساز خودم بیارم با اون بنوازم. ممنونم از شما. درود بر شما، من مهدی محمدی دهقانیم، یه دیوونه یه عقب مونده یه روانیم. آهنگری میکس جدید ساختم براتون، حالشو ببرید و بفرستید واسه دوستاتون. پس بزن. The famous line you say, I'll never let you go, Jack. But you do. I lie. I agree. I lie, I fully lie. I hold my hand up, I let him go. Plus, he just should have tried harder to get on that door, because I think he would have... Totally enough room, right? I mean, we could sort of reenact it now, because this door... Hold on. Okay. Promise me this rose. Promise me Rose. Promise me this rose. What? You'll let me get up on that door with you. Come on, darling, there's room for 2.